اعتراضهای سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی با گریگوری بریو تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید. آنچه که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیل را دادن مقامات به خشونت فوق‌العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و بسیجی ها بلکه اینچنین از واحدهای حربی ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش‌های هم دسترس می شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می‌برند. کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویاروی‌های سخت اشاره می‌کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده بلکه یک جنگ شهری هم می‌باشد. در دهات و ولایت‌ها که نیروهای امنیتی نمی‌توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می‌شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می‌بینم، نه اعتراض‌ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلافات در داخل ایران سرچشمه می‌گیرد. اعتراض‌ها این دفعه از پیشینه‌ها با آن فرق می‌کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد. از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراضها هم جان به سلامت برد چه مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران‌هایی که در یک وقت دیده می‌شوند عمری این حکومت دراز یا کوتاه می‌شود؟ با باور من با سه دلیل این رژیم میتواند به اعتراضات تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراضهای گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه‌ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده میتوانند به کار میروند. ما گزارش‌های گرفتیم که از ریدهای خانه به خانه مردم، استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر میدهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراضها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک محک قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقشی بارزتر نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند. آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلاب واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکاف در بین آنها نیست. هیچ نفری مخالف به خط مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع این چنین بعد اعتراض‌های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند سندگیری‌های امروزش را ادامه دهد. مجموعه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، فشارهای بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشد پس تدریجاً پاش می‌خورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه‌هایی که همین چیز روی می‌دهد روشن دیده می شود. این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.